سلام فقط حالتون چطوره؟ امروز با این درس راکستار MTA آموزش بالا بردن لول رو بهتون بدیم که لول در داخل هر سرور داخل MTA خیلی مهمه. خب تمام فضاهای مجازی سرور راکستار MTA رو زیر ویدیو براتون میذارم و اگر توی سرور راکستار MTA اکانت ندارید کد معرف من این بالا میاد، حتما بزنید تا 1,000,000 پول بازی از طرف من بهتون هدیه داده بشه. و دیگه بیشتر این صحبت نمی‌کنم، بریم سراغ ویدیو. روش اول پیچک یا همون رسپکت ساعتیه. همونطور که می‌دونید سر هر ساعت بهمون یک رسپکت و یک مقدار پول بهمون میده که واسه ببینید من هست پیامش برام. بله اینا 25 دقیقه پیش به من یک رسپکت داد سر هر ساعت، مثلا 10 11 12 13 14 همینا. سر هر ساعت بهتون یه رسپکت میده و اینجوری میتونید لولتون رو. روش دوم اسپینه، اسپین رو که بزنی این صفحه براتون باز میشه. روی فری میزنید، اینجا میتونید شانس خودتون رو امتحان کنید که میبینید 2 تا رسپکت داخلش هست. حالا ما بریم ببینیم چی بهمون میده. رسپکت تا حالا من نگرفتم ازش، نمیدونم چند تا میده. کاش رسپکت بده. رسپکت داد. یه دونه رسپکت گرفتیم، بنازم عالی بود. خب بچه اینم از این روش بود. بریم سراغ روش. خب رفقا روش بعدی لوت باکسه که همونطور میبینید من یه دونه لوت باکس دارم، باکس سیلور که الان بریم با هم بازش کنیم ببینید. همونطور که میبینید با داخل بعضیشون رسپکت هست که حالا ببینیم به ما چی میده. یک میلیون و 300. 1,000,000. همونطور که دیدید بعضیشون رسپکت داشت که متاسفانه ما رسپکتیشو نگرفتیم و به جاش 1,300,000 گرفتیم. و بچه روش بعدی هم دقیقا داخل مثل همین روشه، داخل همین روش دوزی میکنیم که تربیت. خب F9 رو که بزنید توی بخش بتل پس، اینجا آیتم های بتل پس رو میتونید ببینید که بعضش رایگانه، مثل این باکس چی بود اسمش، برونز. که نگاه کنید من این باکس رو که همین الان زدیم و از بتل پس گرفتم، یه رایگان هم هست. حتما نمیخواد بتل پس رو خریداری کنید. بعضی از آیتماش رایگانه، مثل الان این گولد میده، این رسپکت میده که گفتم، و این هم باکسشه که با انجام دادن معمولیت های بتل پس که معمولیتاش هم بهتون بگم کجا همین بغل اینجاست. اینجا معمولیتاش 33 تا چی هم هست و میتونید انجام بدید و از جوایزش لذت ببرید. خب رفقا روش بعدی ممبرشیپه. F1 رو که بزنید میاد تو این صفحه، وارد فروشگاه میشید و اینجا این ممبرشیپ رو خریداری میکنید که الان بهتون هم میگم فایدهش برای چیه. سر ساعت دیدید به من یه دونه رسپکت داد، درسته؟ اگر ممبرشیپ داشته باشید به جای یه رسپکت 2 تا رسپکت بهتون میده که اینم واقعا به نظر من روش خوبیه و میارزه و کلی قابلیت خفن دیگه هم داره ممبرشیپ که اونو یه ویدیوی جداگانه براتون میسازم. و بریم سراغ روش بعدی. روش بعدی هم لازم نیست کاری کنید، فقط کافیه آنلاین باشید. بعضی موقع ادمینا میان به پلیرهای آنلاین در سرور جایزه هایی رو میدن که پول هست، گولد هست و رسپکت و همین. بریم سراغ روش بعدی خوابیدنه. بله خوابیدن. میاد توی خونتون و اسلیپ رو میزنید و همونجور که میبینید میخوابه. و اگر نمیتونین راه حل برای اینکه اگر حال بازی ندارید فقط کافیه سیستمتون رو روشن بذارید و برید به کاراتون برسید یا کار دارید و اینجوری سرور شما رو از سرور پرت نمیکنه بیرون
و اینجوری میتونید رسپکت جمع کنید. خب رفقا اینم از این ویدیو بود. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. کد معرفی منم اگه اکانت ندارید حتما بزنید. و تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.